ژورنالیستان تلویزیون و رادیوی ولایت ختلان رحمان علی دودرخوجه و اسکندر دولتوف میگویند که روز 6 سپتامبر با هدف گرفتن اجازت نواربرداری از مکانهای تاریخی ناحیه شهر توس به قبولگاه رئیس ناحیه رفتند. در پی صحبت با رمضان آی محمدزاده رئیس ناحیه با گفته آنها برای ثبت برنامه توریستی از جایهای تاریخی اجازه نداده و گفته است که خبرنگاران ولایت از ناحیه او نوار نگیرند. رحمان علی دودرخوجه میگوید رئیس ناحیه گفته است که خبرنگاری ریاست تلویزیون و رادیوی ولایت از ناحیه آنها برنامه ثبت نکند. ما در کور نیست، ما رئیس ناحیه ام، شما گپ نزنید. وقتی ما گزیدم شما گپ نزنید. ما چیزی میکنیم و در شبکه اول میکنیم. نه ما در شبکه اول برنامه مون کردیم نمیکنیم. در مورد ختلان در کور نیست. آمد تلویزیون ختلان نه دیگه. دودرخوجه گفت هدف آنها تهیه برنامه سیر ختلان و زیارت خواجه مشهد و خواجه درباد بود. رمضان آی محمدزاده رئیس ناحیه شهر توس از شرح این قضیه خودداری کرد ولی روی دادن چنین یک حادثه را نه رد کرد نه تصدیق. وی بر رادیو آزادی تنها گفت که تلفنی صحبت نمی کند. ما شما را گفتم تو چیزی که پرسیدن از نزدیک بیان پرسین همه خیلی نور محمد آچلدیف رهبر دستگاه حکومت ناحیه شهر توس در پی این صحبت گفت و از قضیه مناسبت رئیس ناحیه به خبرنگاران آگاه نیست و نمیداند که چی مشکلی پیش آمده است ولی به مناسبت بدی رئیس نسبت ژورنالیستان باور نمی کند. نور محمد آچلدیف گفت که آنها در یک روز 2 خبرنگار را پیشواز میگیرند و گفت موج تلویزیون ولایت ختلان در ناحیه قابل دیدن نیست ولی خبرنگاران با آنها همکاری خوب داشتند. روز دیگه بین یک روز 2-3 گروپ هم میبینم. در یک هفته 2 بار 3 بار میان. خلاص شکر خدا آمده میرسم با خبر شدم. اکو بسیاریش نقشه خطی میدید. مثلا چینیش پخته بسیار گذرانی مثلا از روی مقررات جاری شده در نواحی کشور گروه‌های خبرنگاران از جمله تلویزیون و رادیوی ولایت برای نواربرداری در ناحیه‌ها باید اجازت رئیس یا مأموریت این منطقه را داشته باشند. این مقررات را فعالان آزادی بیان مانع گذاری در کار آزادی ژورنالیستان می‌دانند. نمایندگان انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و اتفاق کسبه کارمندان وسایط اخبار عامه در ختلان میگویند که مأمورترین مشکلات ژورنالیستان در منطقه‌ها دسترسی به اطلاعات است ولی به گفته رحمان علی دولتوف حقوق‌شناس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در ختلان باری اول است که ژورنالیستان از رئیس ناحیه شکایت می‌کنند. اخبار عامه حقوق از مقامات دولتی، تشکیلات‌ها و شخصان منصبدار آنها طبق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان گرفتن اخبار را دارند. در حالتی از دادن معلومات سرکشی نمودن رهبران مقامات دولتی و تشکیلات‌ها نماینده واسطه‌های اخبار عامه و مقامات بالایی یا طبق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به سود شکایت کرده می‌تواند. در این حالت از طرف رئیس ناحیه شهر در علامه بیان کردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات داوری و دیگر واسطه‌های اخبار عامه دیده می‌شود. ریاست تلویزیون و رادیوی ولایت ختلان سال 1993 در زمینه رادیوی ولایت ختلان تأسیس یافته است و 25 آگوست سال 1994 باری اول این تلویزیون برنامه پخش کرده است. آن زمان برنامه‌های این تلویزیون طریق تلویزیون شبکه اول آن زمان TVT در حدود ولایت برنامه پخش می‌کرد ولی در این اخیر تلویزیون حدود 10 ساعت برنامه‌ها پخش می‌کند اما نه در همه شهر و نواحی ولایت ختلان موج این تلویزیون قابل دیدن است خصوصا در ناحیه‌های کوهستانی و ناحیه‌های هممرز با افغانستان و ازبکستان. ناحیه شهر توس از این قبیل مناطق به شمار می‌رود.